aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? استاد شو فرار نکن. استاد باش. دیگه فرار کردن نمیتونی. بگو دخترم کجاست؟ ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. گفتم بابا کجاست؟ بگو. چرا میگم؟ آدم را گپ بزن. اگر نه پیش پلیس میبرمت. جمال تو با کی دشمنی داشتی؟ بس هست مادر، گریه نکنین. من او را بعد از چندین سال پیدا کردم، دیگه جداییش تحمل ندارم. بس هست، خوب میشن، تشویش نکنین. شما راحت باش. مادر دختره بیادر، پدرم چطور است؟ خوب است؟ جمالم کجاست؟ بچیم کجاست؟ بگوین. در داخل است مادر کلان. دکتر ها اصلا تشویش نکنین. بیاین مادر کلان بشینین. خب دکترها چی میگن؟ زنده میمونه یا نه؟ تو میخوایی چی بگویی قدی؟ وضعیتش وخیم است. زخمش هم عمیق است. میگن که زیاد خون ضایع کرده کار. آی مجبور بودم، تازه به کار شروع کرده بودم. ما شما بسیار کم بود. اگر راستش بگویم پدرتان چون زارنوال بود ترسیدم. پیشنهاد پدرتان قبول کردم. پدرم چی پیشنهاد کرده بود؟ چی گفته بود؟ همین که به شما بگویم طفلتان دیگه زنده نیست. در مقابل شوهرم پول زیادی میداد. ماما کارا کردم براتون گفتم. بجز از پدر و مادرتان کلگی فکر میکرد که طفل شما مرده. دست نادم مرده حساب شده. باز بعدن چی شد؟ طفل ما چی کردین؟
پدرتان آمد و او را از پیش ما گرفت. فکر کنم به کسی فرزندی دادش. بکی؟ دختر ما بکی داد؟ نمیفهمم. بعد از اینکه از ما گرفتش ایگه کجا بردش خبر ندارم. تو میترسی از همین خاطر چیزا نمیگی نه؟ بگو دخترم کجاست؟ بگو بکی دادنش؟ بگو گفتم بگو. ملکه آرام باش لطفا. این میفهمه اما چیزا نمیگه. آرام باش لطفا. من دخترم چه قسم پیدا کنم؟ حتی یک عکسشم پیشم نیست. نمیفهمم چه قسم شده. حتی یک بار تا خوشم نگرفتیمش. عکسش هم گرفته بودم. شاید در خانه ما باشه. برتان میارم. حالا دیگه بریم. نباید ناامید شویم. خدا مهربان است. گریه نکو زمراد. جمال قسم روزا بسیار دیده. ایران بخیر میگذرانه انشالله. انشالله. بمیره که نجات پیدا کنیم. دیگه صبر کردن نمیتونم به خدا. اگه زنده بانم و چی خود کردیم از بین میریم گفته باشم. راحت باش قدیم خان. حال دیگه و از اینجا هیچ وقتی زنده نمیبرایم. یا خدایا ما چی میکنم؟ مرا ببخش. میفهمی زن به خاطر این کار مادرم از دست خواد دادیم. کوشش کو که خدا نگاه کنی قدیم. به خاطر که اگه جمال زنده بمانه تو میموری. ای عکس 18 روزگیش گرفته بودم. دخترم جانم زهرا بیبی چقدر شیرین است بیبی. بله استاد بسیار شیرین است. طفلک بسیار آرام بود. مرا هیچ اذیت نکرد. بسیار صحتمند بود. بعد از 2 ماه 2 کیلو وزن گرفت. چطور تانستن در حق تو ظلم کنن؟ چطور تانستن تو از من جدا بسازن؟ مادرتان زیاد جگرخون بود که دخترتان از شما جدا نشد. پدرتان بسیار ناراحت بود. حتی به خاطر نگهداری دختر شما بر من بخششی دادن، یعنی پول زیادی دادن. استاد ملکه لطفاً دیگه گریه نکنید. دیدین چقدر متوجه طفل شما بودن. من خواست شما را پورا کردم. هر چیزی که میفهمیدم براتون گفتم. از من خب پیش پلیس شکایت نمیکنم. شما به از راحت نمی باشین خانم محترم. همی عذاب وجدان با شما کافی است. همی براتون کفایت میکنم. کاخیم چطور است؟ او خوب است؟ منتظر هستیم دخترم هنوز خبر نیست. شفای عاجل برشان میخوایم بخیر خوب شوند. مادر بیاین کارتان دارم. مادر اگه فرمان از حامله نبودنم خبر شود باز وقت من چی کنم؟ هر کاری که میکنی بکن. من هیچ وقت ندارم که با تو مصروف شام برفین. ایره باید پیش ازی که به شوهرت دروغ میگفتی دربارش فکر میکردی. حالا دیگه تو خودت میفهمی و ای دروغ بزرگت.
دکتر صاحب شوهرم چطور است؟ عملیات بخیر گذشت اما هنوزم به خطر مواجه است. بازم ما کوشش خودم میکنیم. او رو دیدم میتونم؟ فعلا امکان ندارد. تحت مراقبت جدی است. بخیر خوب شود. تشکر. مادر جان بیاین. اینجا بشینیم. دخترم ما تو را چطور پیدا کنم؟ از که بپرسم پیشت کی هستی؟ خدا میفهمد کجاست. استاد ملکه یک بار پرارشگاه رو ببینیم، شاید به اونا تسلیم کرده باشد. گفت که به کسی فرزندی دادن. من فکر میکنم پدرم این کار غیر قانونی انجام داده، به خاطر که هیچ سندی هم وجود نداره. مادرت به این پرستاران پول زیاده داده بود سمت نیست؟ یعنی به خانواده که طفلت داده به او هم پول داده باشه. تا این مسئله را به کسی نگوین. به نظر من همینطور است. بیا که خانه بریم. بهتر است یک بار حسابشان بررسی کنیم. درست است. جمال کرمان است نه؟ بله خودش است. این پولدار بودنم به خدا درد سر است. وقتی که پیدا شده بود جشن گرفته بوده. علیم در زندان زخمی شده. این خان بودنم چی به درد میخوره؟ او خدای من. تو با من باقش میکنم. صبر کن نرو. همینجا باش. با آزاد بگو که قدیم کوشش کرد که من از پایین ببره. نفرم او استخدام کرده بود. با سازمان کار میکرد. او پشت من نفر انداخته. بسیار زود خوب میشه جمال. بسیار روزای بعد گذاشتن ده. این روزا بخیر میگذره. بخیر دوباره یک جای میشیم. آزاد چی شده؟ آزاد مادر صبر کنه. پدر تو چیزی شده؟ بیاین مادر جان اینجا بشینن. هدیه چی شده باشه؟ دکتر صاحب جمال چطور است؟ خوب میشه نه؟ متاسف هستم. زندگی سرتان میشه. جمال جمال نه بچیم جمالم بارن که من پیش جمالم برم. بانه جمال جمال از مادر آرام باشه. قدیم جمال 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 نخیر جمال کار مادر همه چیز فراموش خواهد شد. مادر جمال بارن که من پیش جمال برم. من از این خبر نداشتم. بله مادر.
چی میگین؟ درست است فهمیدم. درست است مادر، درست است. جمال پدر، آزاد برام گفته بود که پدرش مریض است. فکر نمیکردم که به این اندازه وضعیتش خراب باشه. این کار یک نفر است. کار فراد است. همو کشتش نه، همو تو که سنور از بین برد، جمال پدرم از بین برد. آرام باش زهرا، میفهمم تحملش مشکل است. هیچ خلاص نمیشه، هیچی نفرت و کینه خلاصی نداره. کشتن انسان ها به این سادگی چطور ممکن است استاد؟ زهرا جان، ما باید در زندگی قوی باشیم. تا کسی نتانه بالای ما ظلم کنه، ما باید در برابرش ایستادگی کنیم. فهمیدی زهرا جان؟ دوران، تو همراه زهرا به هارمونلی برو. آزاده تنها نمانین، باید همراه او باشین. نه مراسم جنازه فردا است. امشب همراه تو می باشه. من متوجه خود بودم، میتونم. شما برین. چیزی که قسمت و تقدیرش بوده نوجین مادر. خدا به بازماندگانش صبر و استقامت نصیب کنه. زنده باشی. بگیریم مادر جان. کسی که ما را جمال جدا ساخته خدا جزایش بده. قسمتش نبود. جمال قصدن از بین بردن. بدو نکو دخترم، خداوند خوش نمیشه. خداوند او را دوست داشته که پیش خود خواستیش. آی این روزای بعد ما چی وقت خلاص خواهد شد؟ وای جمال، تو زن اولاده چی خواهد کرد؟ مادرت داغدار ساختی رفتی جمال. شرف از پدرم چی میخواست؟ چرا این کار انجام داد؟ حتما آتش قلبش خاموش نشده بود. کاکا مشکل او به شرف همراه ما بود. از پدرم چی میخواست؟ شاید وقت رو برو شدن خود اداره کردن نتونستن. فقط هم یه احتمال است. اگر رسم و رواج بگوییم این کار فرهاد خود. رسم و رواج هم گفتن همیشه ایره امگی ما میفهمیم. اونا از پدرم چی میخواستن؟ پدرم در شفاخانه بود. وقت جمال با زندان رفت بسیار عصبانی شده. مدیر برام گفت همراه دیگران دوا کردن. ما به این گپ باور ندارم. حتما به این کار کسی دست داره. ملک است. مالکا آزاد، من بسیار متاسف هستم. زندگی سرت باشه. زنده باش. چرا گریه میکنی؟ بیشترم برات زنگ زدم اما جواب ندادی. گرچه اگه اونجا بیای ما هم فایده ندارد جانم. چیزی که در قسمت ما باشه باید ببینیم. اول مادرم، حال پدر تو چطور هستی؟ کدام خبره تازه است؟ تا حال خونه است. کوچکترین اطلاعی که برم برسه حتما پیشت میایم. اما همیشه با تو فکر میکنم. درست است. زنده باش. آقا آزاد، بسیار جگرخون شدم. چیزی که در قسمت ماست زهرا جان.
زندگی سرت باشه. دوستا زنده باشن. الیف خواهر جان ترا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ الیف الیف دخترم خیرت از خوب هستی؟ تو با خدایا فکر کنم طفل بسیار ترسیده. بیبی مثل برگ میلرزه. اگه ما از اینجا بریم بهتر است. فرمان بیا بچیم که میریم. الا متوجه برفین باش. ما میریم دخترم. بریم. الا زندگی سرتان باشه آزاد خان. ما براتان کار کدام میتونم؟ بله. او شاموس یلده است کسی کمرای پدرم دعوا کرده. میخوایم که یک بار امرایش ملاقات کنم. علتش پرسیدم میتونم؟ ایکو چرا دعوا کردن و تشویش او بودم. فکر میکنین به قتلشان ارتباط داره؟ با فکرم زیاد سوالات پیدا شده. جوابایش نمیفهم. با او خاطر میخوایم امرایش گپ بزنم. یک دقیقه. بله؟ شماز یلدازه با اتاق ملاقات بیارین. درست است. تشکر. به اجازه تان ما امیال میریم. کمی عجله کو دختر. بعد از چشت همه اینجا میاین. در آشپزخانه‌ام بسیار کار داری. زهرا زنده باشی. نوش جانه. نامه که برات رسیده بود او را گرفتی؟ نه خیر کدام نامه؟ وقتی تو استانبول بودی یک نفر برات نامه را آورد. مهر زندان در ویزه داشته بود. شاید از آسیا باشه. تشکر میکنم. میشه بگوین اون نامه را در کجا موندین؟ ما به نوجین مادر دادم. شاموز گفت که نمیخواه بیای و شما را ببینه. هرچی گفتم قبول نکرد. با کدام دلیل نمیخواه بیای؟ فکر کنم از شما میشرمه. چه قسم میشرمه؟ او آدم سالا امرای ما کار کرده. یک جای خوردیم و نوشیدیم. حتما زیر کاسه نیم کاسه است. آزاد خان سال هاست که من اینجاستم. شاهد چندین قضیه شبیه قضیه پدرتان بودیم. میفهمم بسیار پریشان هستین، اما فکر نکنم در کار دست کسی باشه. باور دارم. همچنان این از اتاقش پیدا کردیم. فکر کنم از پدرتان است. از پدرم است. نوچین مادر کلان چی میخوایی بگویی؟ وقتی در استانبول بودم برام یک نامه آمده بود. یعنی به من روان شده بود. کدام نامه؟ من از کدام نامه خبر ندارم. اما کاکا رستم گفت که او را به شما دادیم. قلب ما آتش گرفته. تو آمدی و درباره نامه برام میگی؟ برو. به زنده خو احترام نداشتی؟ حالا به مردم احترام نداری؟ بی تربیه. بیرون شو از اتاق. گفتم بیرون شو. امروز با زندان رفتم. با دیدن شاموس یلده است. خب چی شد؟ او با دیدنم نامد. منتظر چی هستین دیگه؟ بیاین که بریم.
شما کجاستین؟ سونا پدر شما کجاستین؟ خدا رو شکر که زنده هستی. صدای ما بشنوی بچیم؟ سونا هلا بچیم، من تو رو از اینجا بالا میبرم. بسم الله. تو دیگه کی هستی؟ من کجاستم؟ آرام باش، در خانه من هستی. تو را از کنار جر پیدا کردم، بیهوش بودی. کجاستی پدر؟ قلبم آتش گرفته. چرا باز مرا تنها ماندی و رفتی؟ چرا پدر؟ همراه پرستار گپ زدم پدر. او همه چیز برام گفت. یک ماه دخترم پیش او بوده و بعد از دخترم به فرزندی داده. میفهمین؟ یک عکسشم برام خانم داد. ببینین پدر، این حواسیتان است. از خون خودت است. کسی که از خون خودتان بود او را از خود دور ساخته، با فرزندی داده. دختره که یک ماه من قصدن از مادرش دور ساختن، چرا این کار کرده؟ چطور این کار کردین پدر؟ چطور؟ به نظر شما این کار قابل بخشش است پدر؟ نمیفهمم که براتون چی بگویم. چرا این کار کردین؟ خانم ملکه، این گزارش پدرتان است. بفرمایید. تشکر میکنم. کجا رفتی جمال؟ تو کجا رفتی جمال؟ مرا رها کردی. جمال چرا مرا ترک کردی؟ جمال تو چرا مرا رها کردی؟ جمال تو کجا رفتی؟ خدایا قلب ما آتش گرفته. جمال تو کجا رفتی جمال؟ مرا رها کردی و رفتی جمال. دیگه صبر کردن نمیتونم جمال. جمال تو کجا رفتی؟ جمال جانم تو کجا رفتی؟ چرا مرا رها کردی و رفتی جمال؟ جمال چرا مرا رها کردی و رفتی جمال؟ جمال جان جمال جمال جان تو کجا رفتی؟ جمال جمال جان تو کجا رفتی و ما را رها کردی؟ جمال جان چرا رفتی؟ دیگه صبر کردن نمیتونم. اصلا نباشی دخترم. کاکا رستم،
درباره نامه از نوچین مادر کلان پرسیدم. اونا گفتن کدام نامه؟ بر ندارم. خب به یاد دارین که برش دادین؟ ما خودم برش دادم زهرا. او فعلا به غم بچه خود است، شاید فراموش کنه. بفرما ملکه. آزاد بسیار به تشویشت هستم. دور هستم، کاری هم از دستم ساخته نیست. چی کردین؟ پدرم را دفن کردیم. تو بسیار یک مرد قوی هستی آزاد. تشویش نکن، این روزم سپری میشه. تو چطور هستی؟ قسمه که میفهمیده جستجوی دختر خود هستم. یک کس دگان به یادم آمد. امی کوره دیدم، ده اولین پرواز پیشت میایم. الیف خواهر جان، دق آوردی جان خواهر. به خاطر کار زیاد نتونستم همراهت باشم. الیف خواهر جان، تو را چی شده؟ کسی برای چیزی گفتم؟ حتما برفین خواهر چیزی گفتید. بیبی هر گپه که داری به ما گفتم میتونی با هم حل میسازیم. خواهر ما برد یک گپه بگویم. مرگ به معنای ختم شدن نیست، به معنای پایان زندگی نیست، هیچ چیز نیست. مرگ اولین قدم رفتن انسان از دنیای فانی به ابدی است. اگه ای را بفهمیم، امام غزالی می فرمایند دو واعظ وجود دارد، یکش مرگ، دیگهش وجدان. کسی که از مرگ پند نگیرد صدای وجدان را شنیدن نمی تواند. او شخص به خاطر منفعت شخصی خود تمام زندگی ها را از بین می برد. ناحق زحمت نکش استاد. اینها وجدان از کجا کردن؟ یگانه چیزی را که میفهمند رسم و رواج است. اول فرمان مرگ صادر میکنن، بعد از او در جنازه همو اشخاص هم میاین. علی اجازه بده بیادر، فقط که دروغ میگم. تمامتان قاتل هستین، تمامتان. علی باسس. فکر کنم نوشیده. او به شرم در وقتم نوشیده. نوچین مادر آمده بود، پدرم برش گفت هیچ کدامتان در فکره پدرم و سونا نیستین. فهمیدین؟ گم شوین از اینجا. هیچ باورم نمیشه. او بچه دمی وقتم نوشیده. بره یکیتون بلند شوین بگوین که من قاتل نیستم. شما کلتون قاتل هستین. باز از دیگه چوب باش. بیا که دستوری تا بشویم علی. نوش جانتان، با چیز دیگه ضرورت نه، داری؟ با چیز ضرورت نداریم. نوش تشکر. جانتان. اون نفرها تازه آمدن، با اون میزان کلچه ببرین. زود باشین. ملکه؟ الیف ضرور نیست از چیزی بترسی. بیبی سپری شد.
الیف تو در داخل میخواستی بریم چیز بگویی. چی شده؟ گفتی که یک گپ مهمه برات میگم، پس بگو دیگه. بگو خواهر جان، ضرور نیست از کسی بترسی. تشکر میکنم. بعد از چقدر سالات را دیدم هیچ باورم نمیشه. راستش فکر نمیکردم که اینجا باشین. فکر کردم شاید دکانه به کسی دیگه داده باشین یا شاید هم بسته کرده باشین. چند وقت پیش خواستم که راه بتم، اما کارهای رامز خراب شد. دوباره مصروف امی شدم. تو مصروف چی کار هستی؟ از وقتی که از مرزا طلاق گرفتی دیگه حوالت نداشتم. به هارمانلی رفتیم. اونجا زندگی میکنم. در مو منطقه استاد هستم. راستش میخواستم نشانی مرزا را ازت بپرسم. از روزی که مرزا از تو جدا شده هیچ حالت خوب نداره ملکه. رامزان بسیار با تشویش بیادرش بود، اما کاری از دستش ساخته نبود. خارج از کشور رفت. بعد از مدت ها خبرش گرفته تانستم، اما تو و تفریره که از استاد هرگز فراموش نتانست. سما خواهر، دخترم زنده است، نمورده. ما به می خاطر پیشت آمدیم. با این کار خود همه گیره شرمنده ساختم. نه خیر علی، مرا شرمنده نساختی. گوش کن، ما مثل تو جگرخون هستم، اما تحمل میکنم. درد قسم نشان دادن نمیشه. این کارت غلط است. بیادر، ما به خود نمیفهمم که چی میکنم. ما برات بگویم که چی کنی. یک قسم استوار میباشی. بعد از این از مادرم و دجله سرپرستی کن. تو بیشتر از مادرم و دجله حق نداری غمگین باشی علی. از اونا حفاظت کن. در کنار ما باش. یعنی مادر و پدر حقیقت ازت پنهان کردن؟ میخوایی امیره بگویی؟ هیچ باورم نمیشه. بعض اوقات من فکر میکنم که کابوس میبینم سما خواهر. حقیقت همی است، باور کنید. بسیار وقت است که پشتش میگردم. ما باید تو را پیدا کنم. گفتم که شاید پدرم همراه مرزا گپ زده باشه. شاید دخترم پیش او روان کرده باشه. کاش کی کارم میکرد ملکه جان. اگه ای کارم میکرد بیادرش حتما خبر میداشت. یعنی از ما پنهان نمیکرد. بازم من میخوایم همراه مرزا گپ بزنم. آخرین خبر که ازش گرفتم در لندن بود. من میبینم شاید شماریش پیشم باشه. میتونم همراه آقا مرزا گپ بزنم؟ بفرمایین، خودم هستم. پدر بکس مکتب ما کجا موندین؟ پیداش کنین. شما کی هستین؟ بله. مرزا، امکان داره دخترم پیش تو باشه؟ تو برو زهرا. خیریت است مادر جان؟ میخوایی درباره کدام موضوع خاصم رای ما گپ بزنی؟ بله، ما کرمانیا صدها سال با شرف و
با حیثیت خود زندگی کردیم. همگیتون ایره میفهمینو به چشم دیدین. بعد از یوم به همین روش زندگی میکنیم. جمال ما به خاک سپردیم اما خونشه به زمین نمیمانیم. فهمیدین؟ شما چی میخواین بگوین مادر؟ گپ ما بسیار واضح است زمر دروس. اولادای جمال انتقام خونش میگیره تا او در قبر خود آرامش پیدا کنه. شوهر خودم به خاک سپردم. انتظاری رو نداشته باشن تا اولاد خودم به زندان روان کنم. اگه اینا شوهر و بچه هایت هستن، از ما بچه ها و نواسایم هستن. حدتا بشناس تا وقتی که فرهاد زنده باشه به جای زندگی کردن ما ای که به ننگ بمیریم بهتر است. فهمیدین که چی گفتم؟ نوجین مادر، ما به شما زیاد احترام دارم، اما این گپتان درست نیست. گناه است. ما صدها سال در این خاک همه قسم زندگی کردیم. ما همه قسم سر پا ماندیم و زندگی خود به همین روش ادامه میتیم. تو هیچ نظر نداری قدیم؟ حق با تو است مادر جان. هرچی که رسم و رواج ما باشه. دوران، تو چی فکر میکنی بگو؟ راستش اگه ما می بودم همین کار انجام میدادم. رسم و رواج تطبیق میکردم. کسی نمیتونه از رسم و رواج ما سرپیچی کنه. شما این رسم و رواج از قانون و دین ما بالاتر فکر میکنین. از این که میگن بچه‌هایش انتقامش بگیره، ما این کار هرگز قبول نمیکنم. میخوایی بگویی این کار نمیکنی؟ اما تو رس ما این کار میکنم. ما فرهاد از بین میبرم. میفهمین پدر؟ بعد از سالها به مرزا زنگ زدم. صدایش شنیدم. در تلفن صدای یک دخترک آمد. او را پدر گفته صدا کرد. پدر واقعا دختر ما به او دادین؟ کسی را که بیشتر از همه دوست داشتم. طفل ما تا حال ازم پنهان کردین. چطوری ظلم در حق دخترم کردین پدر جان؟ شماره رو که دایر نموده اید فعلا به دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. فهمید تلفن قطع کرد. دخترم پیش او است. گپی را که میزنی آیا گوشت میشنوه بچیم؟ میخواین که از بیشتر برم غم بتین؟ نوجین مادر حق به جانب است. نمیخوایم خون پدرم در روی زمین بانه. ما انتقام میگیرم. علی، فرهاد بیازو جزای خودم میبینه. هم در دنیا و هم در آخرت جزای خودم میبینه. وقتی تو از بین ببری فرق تو و از او چی شد؟ ما گفتنی خدا گفتم. دیگه نمیخوایم چیز بشنوم. فردا یا پس فردا فرهاد به محکمه حاضر میشه. این کار باید در محکمه خلاص کنیم.
مادر چی وقت خلاص میشه بچه؟ چی وقتی درد و رنج خلاص میشه؟ خلاص میشه مادر جون، دیر یا زود خلاص میشه. اگر نشد امرای استاد ابراهیم گپ میزنم که او امرای نوجین مادر گپ بزنم، خانهش بسازه. بس کنین دیگه مادر جون. استاد ملکه، ملکه خوش آمدی. زندگی سرت باشه. زنده باشی. بیانه زندگی سرتان باشه. دوستا زنده باشه. پدر ما با قصر میرم. مام امرش میرم پدر. بشی دختر در جایت بشی. هر دقیقه اونجا میری. تو همراه ما میری. درست از دخترم برو. خداحافظ. اما ما میخوایم امیال برام. دخترم فعلا اونا غمدار هستن. میخوایی که خانم بی بدرت مصروف تو شوه. بشی باز ما پسان میریم. بشی. به خاطر کاکا زیاد پریشان هستی. میفهمم اما کمی متوجه خود باش. تو حامل هستی نمیخوایم که طفلم ضرر ببینه برفین. راستش من متوجه طفل ما هستم. خداحافظ. تشکر میکنم. نوش جانتان. شنیدیم که پدرت در شفاخانه است. متاسفانه بله. دکترها گفتن امکان داره شاید دیگه هیچ وقت به هوش نیاید. نباید امید خود از دست بدی. میفهمم دوران. به همین خاطر اگه یک امید کوچکم باشه ما باید در کنار پدرم باشم. پیش پدرت میری؟ بله. چند روز اونجا می باشی؟ اول در لندن کم کار دارم. او را حل می سازم. بعدا دوباره به استانبول میایم. ما باید پیش پدر خود باشم. دقیقا نمیفهمم که چند روز می باشم. چی وقت میرین استاد ملکه؟ فردا صبح. کار خوبی میکنی ملکه خانم. وقتی پدرت در کما باشه و تو در کنارش نباشی ای خوب است؟ ما تو را میرسانم. استاد لطفا خواهش میکنم نرید. زهرا جان بیبی من هر روز برات زنگ میزنم. به زودی به دیدنتان میایم. درست است؟ اما هیچ وقت مثل گذشته نخواهد شد استاد. از نزدیک نمیبینیم. کوشش کن که مرا درک کنی. ما باید دختر خدا پیدا کنم. بیا زود در لندن به همین خاطر میرم. امکان داره دخترم پیش شوهر سابقم باشه. واقعا همونطور است؟ بله.
ما باید از نزدیک رفتم معلومات بگیرم که هست یا نه. اگه پیش شوهر سابقم نباشه مجبور هستم که دوباره اینجا آمده و منتظر به هوش آمدن پدرم باشم. زهرا، به خاطر یافتن دخترتون همیشه براتون دعا میکنم. زنده باشی. استاد ملکه، کاکا روستا نامی که به ما آمده بود را به نوچین مادر کلان داده. حال اونا مکام است. فرق نمیکنه، تو دیگه تشویش نکن. من از او دیگه هیچ امید ندارم. زهرا، بیبی تو را بسیار زیاد دوست دارم. ایره هیچ وقت فراموش نکنی، درست است؟ Yeter artık sorma bana, kırma kalbimi. Söyledim ya sana, bilmeden oldu, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddimi, gönül suçuydu. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. Sevdim seni, aştım haddim, gönül suçuydu. Sakın kızma bana, bilmeden oldu. چه وقت میخواستی برام بگویی؟ همه چیز دفتن شد. قبلا تصمیم نگرفته بودم. دلندن چی خواد کردی؟ شوهر سابقم مرزا، فکر میکنم که دخترم پیشو است آزاد. وقت برش زنگ زدم با صدای یک دختره که خورد به گوشم رسید شک کردم. امکان داره پدرم دخترم به او داده باشه. البته که امکان داره. او پدرش از دیگه بهتر از او کسی نمیتونه متوجهش باشه. امکان داره سمی خانم همی قسم فکر کرده باشه. یگانه امید ما ممی است. لطفاً مرا درک کن آزاد. منتظر باش تا ما کارای اینجا را حل کنم، باز یک جای بریم. منتظر بودن نمیتونم. اگه دخترت اونجا باشه او وقت چی میکنی؟ به خاطر گرفتنش مبارزه میکنم. یعنی اونجا میباشی؟ پدرش دختر خدا برات نخواد به تو به زور گرفتهش نمیتونی. نمیفهمم. دوباره صاحب طفل میشی. یگانه کار خیر که شد ای است که استاد از این شهر بر همیشه میره و گم میشه. از روزی که او بد قدم اینجا آمده یک روزم راحت نبوده مادر جان. پدر خودت در او حال تنها مانده نمیتونه. بعض کارهای مهم دگام داشته، همه قسم گفت. خدا از ما دور داشته باشیش. ما او را خودم برش دادم زهرا. شاید بیچاره یادش رفته باشه. کدام کار مهم دختر؟ راستش من خبر ندارم. لندن به خاطر چی میره؟ در اونجا چی کار مهم داشته میتونه؟ کجا میره نوچین؟ مادر چیز کار دارین؟ نه دخترم، ما دیگه هیچ دوری اولادای خدا تحمل کرده نمیتونم، توانایی کار ندارم.
ما با اتاق خود میرم استراحت میکنم، شما مادر و دختر بیشینین. دخترم نیکه شکمت بالشته ماندی ها؟ مادر شما چی میکنن کسی خواد دید؟ اگه ایره بفهمم که دخترش کی از باز شاید مانع رفتن استادم شوم. تو در اتاق ما چی میکنی دختر؟ نوچین مادر کلان، تو با این کارت نمیشرمی؟ با کدام جرأت این کار میکنی؟ چطور میتونی از اتاق ما دزدی کنی ها؟ اینا ما از ما هست. از تو از ها؟ حال خود دیدی. نوچین مادر کلانی کارا نکنین، لطفا این کارا نکنین. خواهش میکنم نوچین مادر کلان. نوچین مادر کلان نکنین. مادر، استاد ابراهیم آمدن. حالا دیگه نامه خدا بخون. نه خیر، نه خیر. دوباره صاحب طفل میشیم. به کسی ضرر نرساندن و گرفتن جان یک بیگناه بسیار گناه بزرگ است. ایره شما از مکده بهتر میفهمین. ما نافهم نیستیم. نافهم کسی است که جمال ما از بین برده. جمال ما هیچ گناهی نکرده بود. چیزی که باید میشد شد. کسی که باید گناه میکرد کرد. حال دیگه وقتش است که جزای خود ببینه. اگه شما به دشمنی خود ادامه بتین، بازو وقت است که آتش دوزخ دمی دنیا شما را از بین خود برد. قلب ما باز بین رفتنه. جمال کاملا سوخته آقا ابراهیم. آتش دوزخ نمیتونه که دیگه ایره بسوزانه. نوچین مادر، قلبم میسوزه، پارچه پارچه شده مادر. بیازو جمال مازم گرفتن. اگه شما در ایرو اولادم قربان بسازین، بازو وقت آرامش قلبتان دوباره خواهد آمد. پیغمبر بزرگ اسلام کشتن انسان حرام دانستن. ایره نباید فراموش کنیم. کینه و نفرت در این دنیا محکمه داره. جزای خدا خواد دیدن. در دنیا سوال و جواب است، پل صراط است. دادگاه الهی هیچ وقت اجازه نمیده که امرای یک بندش به عدالتی صورت بگیره. هیچ وقت نمیخواه. اگه به این دشمنی ادامه بتین، باز با دستای خود خانواده تان از بین میبرین. شما باید در این باره بسیار فکر کنین. منصرف شدین همه تا نیست نوچین مادر؟ دیگه دشمنی نمی باشه نه؟ استاد خوش آمدین. بسیار خسته هستم. بفرمایین، خودتان صاحب اجازه هستین.
آزاد بچه، خداوند آزاد ابراهیم خیر بده. همراه نوجین مادر گپ زد، او را از دشمنی منصرف ساخت. خدا را شکر. تا آخرین نفسهای مبارزه میکنم. شام بخیر. شام بخیر. دوران بیا بشین. خب ملکه تصمیم خود گرفته؟ بله گرفته. یعنی پیش شوهر قبلیش به لندن میره. همه قسم گفت. میگه که شاید دخترش اونجا باشه. اگه دخترش اونجا باشه بازور گرفته دوباره میایه؟ اگه تو پدرش میبودی باز چی میکردی؟ اولادت به کسی میدادی؟ اگه دخترش در اونجا باشه ملکام در اونجا میباشه و اگه نباشه باز دوباره با استانبول برمیگرده. تو چطور؟ یعنی تو ملکه چطور خود شدین؟ نمیفهمم دوران. نمیفهمم. عمرش دراز بود خودش هست. بله ملکه. همیاله؟ درست است همیاله میایم. دوران میبخشی من باید برم. فرق نمیکنه. خداحافظ. زنده باشی دخترم، بسیار مزه‌دار است. نوش جان. خب برفین در اونجا چی کردی؟ خانواده چطور بود؟ چطور باشن دیگه جانم؟ کلگیشان جگرخون هستن. با آمدن هر کس زخمشان تازه میشه. حالا دیگه همه قسم خواد بود. هر روز دو اولی رفت آمد خواد بود. وقتی اونجا بودم دیدم استاد ابراهیم آمد. مادرم گفت که استاد ملکام آمده بود. قسم است. یعنی که به هارمونلی برگشته. گفتن که فردا میخواه بره. فکر کنم این دفعه تصمیمش دیگه قطعی است. به خیرش باشه. دخترم نانتا بخو. قهوه نوشیده نبان. برو شوهرت صدا کو. تو هم اولادای تا بخوای. همیاله. خاله فاطمه چرا خدا به زحمت ساختین؟ این قسم نگو بچیم. زحمت چی؟ بیا از ما پشتتان. بسیار زیاد دق شده بودم. ما هم پشتتان زیاد دق شده بودیم. اگه اجازه باشه شما رو تنها میمانم. اگه با چیز ضرورت داشتین با صدا بزنین. فاطمه خاله. بله. وقت رفتین دروازه رو بسته کنین. درست از دخترم. کسی ازم چیز پرسیده بود اما ما جواب دادن نتانستم. پرسیده بود که ما خود بودیم.
جواب دادن نتانستم چون جوابش نمیفهمم. بیبی ما باید دختر خدا پیدا کنم. قرار است ما به یک سفر برم. جریانی سفر چی؟ مصیبت به سرم خود آمد نمیفهمم. پس در این صورت من هیچ شک ندارم که تو را منتظر خود بسازم. اما ما گفته بودیم که در تمام عمر یک جا خود بودیم. در روزای خوش و در روزای بد گفته بودیم که همراه یک دیگه می باشیم. آره دیگه چی تغییر کرده؟ بسیار چیزا تغییر کرده. هیچ چیز مثل سابق نیست. مادرم از دست دادم. وضعیت پدرم هم خوب میبینی که هیچ خوب نیست. از این خبر شدم که دخترم زنده است. اما ایرام نمیفهمم که او کجاست و چی میکنه. در این وضعیت اگر منتظر من باشی با زندگی تباه خود شده آزاد. من حق ندارم همراه سرنوشتت بازی کنم. بدون بدبختی دیگه هیچ چیز سر برات داده نمیتونم. مرا ببخش. بسیار متاسف هستم. ما ادامه دادن نمیتونیم. ناراحت نباش جانم. از این خاطری گپه گفتم. ما دیگه میرم. تو را بیشتر از این ناراحت نمیسازم. به خاطر قهوه تشکر. خاله فاطمه زنده باشه. میفهمم. درد جمال تنها از من نیست. در قلب تمامتان است. تا وقتی که خون او در روی زمین باشه و قصد خون او گرفته نشه، باز نه تنها من راحت نمی باشم. ایره بفهمین که هیچ کدام ما راحت نخواد بودیم. هرگز راحت نمی باشیم. مادر شما چی میگین؟ امروز خود شنیدین که استاد ابراهیم چی میگفت؟ شنیدم. گپای دگرارم شنیدم عروس که گفتن در مقابلش از اونا پول گرفتن. فکر میکنین که ما به جای جان بچیم از اونا پول گرفتم خوش خواد بودم ها؟ اصلا امکان نداره. بدل خونه فقط میتونیم با خون بگیریم.
فرهاده فردا به محکمه میبرن. در طول راه محکمه کارش تمام میکنین. اما مادر کی کار خود کرد؟ آزاد یا علی؟ امشب هر دو بیادرها در این باره تصمیم خود گرفتن که چی کنه. نکنین این کارو نکنین مادر این کارو نکنین، خواهش میکنم این کارو نکنین. برتن حضور میکنم لطفا سر ما رحم کنین مادر. آخ الله. الیفم دخترم خواب شدی؟ دخترم مقبولم. به خاطر رفتن استاد ملکه جگرخون هستی. ای جگرخون نباش. با دیدن ما میایه، با دیدن زهرا میایه. از دور بودن نمیتونه. تو هیچ تشویش نکن. اما خواهرم بسیار جگرخون خواهد شد وقتی که حقیقت بفهمه. نمیفهمه دخترم، اید نمیفهمه. اگه تو نگویی نمیفهمه. اگه خبر شه باز میفهمی چی میشه. زهرا را میگیره و از اینجا میبره. با همیشه از این شهر میرن. باز وقت تو زهرا را دیدم میتونی؟ ما تو را چطور پیش اونا ببرم؟ مجبور سی باز تنها باشی. اگه زهرا از اینجا بره اونا تو را به قصر میبرن و عروس خود میسازن. تمام عمر در اونجا سپری خواهد شد. از عاقبتش خبر هستی یا نه؟ بیبی دختر مقبولم. اونا سر تو ظلم خود کردن. دختر می گپ در قلبت نگاه که درست است؟ بیبی به خاطر خوبی خودت به هیچ کسی چیز نگویی. نباید از این راز کسی خبر شود. درست است یک دانیم؟ ها؟ فهمیدی؟ فهمیدی؟ درست است. آفرین دخترم، آفرین، آفرین دخترم، دخترک قندم. دخترم
عزیزم. مادر زارا صبح بخیر آقا دوران. صبح تو هم بخیر. این کار تبان زود شو که بره. عجله کو. مادر دختر جان چرا چیخ میزنی؟ اصلا نیست، کسی گرفته رفتن که پراده بکشن. مادر آزاد بیادر. مادر جان شما بهترین تصمیم گرفتین. اگر نی باز عزت و آبروی خانواده ما به خاک یکسان میشد. علی بیادر هیچ کسی نیست. فرهاد تو جزایت خود دیدی. همی امروز تو همه قسم اونجا بیشی به هیچ کار دست نزن، درست است؟ دیگه هیچ نمیاین استاد ملکه، مرا فراموش خود کردین. زهرا جان یه هیچ امکان نداره. دزم دعا که من دختر خود پیدا کنم. باز او وقت دو دانه دختر خود داشتم جانم. بیازو همیشه دعا میکنم. من هر وقت برات زنگ میزنم، درست است؟ بله بفرمایین. بله خودم هستم. کارو چیز آماده است؟ بسیار تشکر میکنم. درست است. اگر با پست الکترونیکیم روان کنین بسیار خوش میشم. انشالله بزود یک خبر خوش خواهد شنیدی ملکه. خدا کنه. زنده باشی، امروز بسیار کمک کردی. نخیر جانم، این قسم نگو.
جانم. ایلیف، خدای من این دختر احمق باز کجاست؟ ایلیف، این دختر کجاست؟ باز کجا گم شده؟ بله پدر، ایلیف خانه نیست، پیش شما نامده؟ نه خیر، اینجا خونه آمده. خدای من این دختر مرا دیوانه میکنه. درست است دخترم، درست است. بیا در نوش جانتان، وقت خوش. تو به خدایا این دختر باز کجا رفته باشه؟ خب پرواز چی وقت است؟ 2 ساعت بعد. بیا که من تو را برسانم. نه خیر تشکر، لازم نیست. ها، شاید آزاد تو را برسانم. خوب است. نه خیر جانم، تاکسی خواستیم، خودم میرم، اون نمیایه. راستی؟ خوب است. ایلیف، تو اینجا چی میکنی جانم؟ من میخواستم یک چیز بگویم. میترسیدم که ناوقت نرسم. چی میخواستی بگویی ایلیف؟ من میخواستم بگویم که ایلیف آفرین دخترم. با خدا تو را هیچ کس گیر کرده نمیتونه. سلام. به خاطر خداحافظی کردن پیش شما آمده. ما از پیشش دویده گیرش نتانستم. ایلیف جانم، تو از همین خاطر دویده آمدی؟ ایلیف، خداوند لعنتت کنه. تو کجاست دختر؟ علی، تو در اینجا چی میکنی؟ با کشتن فرهاد میرم. علتی همه کارات تو هستی. علت روسی کردنم همراه زهرا، مردن سونا، همه تو مردن پدرم. حالیم باعث قتل مخواد شدی. تو با خود نیستی؟ بله با خود نیستم. حالا دیگه من تو را از بین بردم میتونم برفی. تو دیوانه شدی پس شو. بله دیوانه شدیم. نیفهمی دیوانه شدیم. ما عقلم از دست دادیم. تو تنها با منی، به همگی زندگی رو تلخ ساختی. حالا دیگه با اجازه‌ت ببینی. توف. اما چطور امکان داره؟ پدرم چرا قدر پول براشت روان کنه؟ تا چند ماه پیشم پدرم براش پول روان میکده. این کار از وقت جریان داره که دخترم تولد شده بود.
بچیم عزیزم یک دانیم بچیم این کارو نکو. برفین برفین تو را چی شده؟ برفین کی کار کرده؟ برفین این کار کی است؟ برفین بیا بریم شفاخانه. برفین بیا. فرمان بی برفین من اجازه نمیتونم که تو طفل ما چیزی شوه. من شفاخانه رفته نمیتونم. برفین من برای دروغ گفتیم. چی؟ تو دروغ گفتی؟ من حامله نیستم. چی؟ تو حامله نیستی؟ داخل برو برو بشین گپم گوش نکردی ها؟ حالا میفهمم کمرای چی کنم. همینجا باش. بیبی که چی میکنم؟ بیبی حالا تو را در اینجا قید میکنم که عقلت به سرت بیای. فهمیدی یا نه؟ خب بیبی حالا میبینیم که چه قسم فرار میکنی. ها حالا فرار کنه دروازه رو بسته میکنم. دخترم تو گپ من را گوش نمیکنی. من به خوبی توی کارا میکنم. تو چرا نمیفهمی؟ یک ذره عقل نداری. قسم سیل نکو. خدایا برم صبر بده. اون خانم بیادرت آمد. او زن عامل است. او بیچاره را ترساندی. قهر ساختی. تو را از بین میبرم. آرام میشید جایت. هیچ جایی رفته نمیتونی. دخترم کجاست؟ تو چی میگی ها؟ گفتم که دخترم کجاست؟ اما چی میفهمم که کجاست؟ کرمانی ها خلاص شد. حال تو در جانم چسبیدی ها؟ تو چی میخوایی؟ پدرم برات پول روان کرده بود. چرا؟ گفتی پول روان کرده بود؟ پول چی روان کرده؟ پول چی؟ نگو که خبر نداری. از وقتی که دخترم تولد شده بود پدرم تا امروز بر تو پول روان کرده. چرا؟ جگر خون نباش زهرا جان. حتما برمیگرده. مالکه بدون تو زندگی نمیتونه. اما وقتی دختر خدا پیدا کنم من به یادش نخواد آمدم. مرا فراموش خواهد کرد. هیچ امکان نداره. گاهی اوقات بعضی اشخاص در ذهن ما قسم جایی میگیرن که فراموش نمیشه. مطمئن هستم تو را هرگز فراموش نمیکنه. پس بگو این آقا آزاد چی میشه؟ استاد ملک عمرم هیچ وقت فراموش نمیکنه. اما تو نیست. مادر علی ما آمدم مادر. صبر کو بیادر جان. بایستا. ای باز چی کار داره ها؟ ای وضعیت بیبی خدا میفهمه که باز چی گله به آب داده. زهرا تو برو یک قهوه آماده کن. بریم بیادر جان.
آیستا ما آمدم. Asita bendos! Benda tasleta! Dasam ini bishi! Dasa da bola! Bishi gofta! Bishi! Soru bizat! نه خیر صبر کنین علاج کنین شما خانه بریم نادر از دجله و علی مراقبت کنین نه خیر او یک موضوع بین ما و پدرت است. فهمیدی؟ یک ذره به تو ربط نداره. من خبر ندارم که دختر تو کجاست. حالا برو دیگه. به من مربوط میشه. میفهمم درباره دخترم است. همون قسمه که دختر آسیه به تو داده دختر مرام به تو داده. بگو دخترم کجاست؟ گفتم که نمیفهمم. میفهمی؟ دخترم به تو دادن حتما میفهمی. کجا بردیش؟ او کجاست؟ بگو. بیبی پدر تو پولا را به خاطر که از دختر آسیه مراقبت کنم برم داد. فهمیدی؟ و من تمام پولا را بالایش خرج کردم استاد. من از کجا میفهمم که دختر تو کجاست استاد؟ توبه. میفهمی اما دروغ میگی. ما با تو چی دشمنی دارم که دروغ بگویم؟ بلیاز خدا از تو متانا قزل مظالم نگاه ما کو خدایا. خواستم دختر یک مجرم بزرگ کلان بسازم که ثواب کنم. بیبی که در چی وضعیت قرار گرفتیم زنده باشی. از برکت شما از برکت پدرتان ما به نام مافیای اطفال مشهور شدیم. زنده باشین. گوش کو چی میگم. اگر بفهمی که دخترم کجاست و برام چیز نگویی باز متورا. چی میکنی؟ ها چی میکنی؟ تو به خانه آمده مرا تهدید میکنی؟ ها چی یک مملکت داریم به خدا. آمده حساب دخترش از من میپرسه. من نمیفهمم که دختر تو در کجاست خانم. برو از اینجا گم شو. برو دیگه رنگ تا گم کو. برو در جایی که گمش کردی از اونجا پیداش کو. توبه دختر خدا گم کرده آمده از من میپرسه. برو خداحافظ. دختر داخل برو. این وضعیت بیبی او بیچاره را ترساندی. برو ایره بیبی برای کرمانی ها درد سر شد کفایت نکد که حال بالای ما هم شروع کده. اینقدر پشت تسایی نکن دیگه این طرف نبی. از تو دیگه خسته شدیم. برو دیگه در اطراف خانم نبینمت. توبه آمده سرم عقب میزنه. آفرینم به خدا. فکر کنم این کار حل ساختم. به خدا بازیگر خوب هستم. دیگه اینجا نخواد آمد. اگه به پرسیدن ما آمدی من خوب هستم زهرا. منتظر چی هستی؟ تو را محافظم مقرر کردن؟ علی اگه تو بالایم چیغام بزنی بازم من همراهت گپ میزنم. من در مورد استادم فکر میکنم. استاد چی میکنی؟ اگه نامه را میخوان باز هرگز به انگلستان نمیرفت. نامه چیره زهرا؟ در مورد کدام نامه گپ میزنی؟ از خاله آسیه بود. اون نامه را در زندان نوشته بود. شاید در اون نامه حتی نوشته شده باشه که دخترش کجاست. اما نوجین مادر کلان اون نامه را سوختن. تو احمق هستی زهرا. برو پشت کامپیوتر ما بشین. اینترنت ها باز کو. حالا شمارش پیدا کو باز. برش زنگ بزن. کل چیزا برش بگو. همه چیز ما باید برات بگویم. بیرون شو دیگه بلیاز خود. توبه پیاز خودم در یک جنجال هستم. شریک از طرف ما شد. میخواستی کیره بزنی؟ فرهاده
در زندان پدر جمال کرمانی را کشته خبر شدم. نیتت انتقام گرفتن بود؟ نه خیر، یک قسم نیست. وقت علی به اوضاع می آمد فکر کردم کدام کاری انجام خواهد داد. باز ما اسلحه را امرای آوردم. بعد حالت آماده باش بودم. امی که بیرونش میکردم شلیک شد. یعنی تو قصد کشتن نداشتی، اما تو راست؟ اگر قصدش می داشتم حتما میکشتمش. تو به خدایا آمده از ما حساب میپرسه، حتی تهدید میکنه. هر کس که دلش خواست سر من گپ میزنه. احمقاره، هر جایی که میری برو. اعصاب من خراب کرد. از دست چیغ زدن بیخی گشنه شدیم. با خود یک برگر آماده کنم که انرژی مصرف شد. پدر چی؟ من باید تشناب برم. کلتان دیوانیم کردین. از دستتان هیچ خلاصی ندارم. برو زود پس با اتاقت برگردی. بله روز بخیر. روز بخیر. من میخواستم امرای خال آسیا گپ بزنم. شما کی هستید؟ من دخترش هستم، زهرا کرمان. قطع نکنید، چند دقیقه منتظر باشید. درست است. دختر با اتاقت برو. حالا ای خو خوش خوردن نمیشه. یک آب میوان باید باشه. ایلیف کجاسی دختر؟ ایلیف 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 تو میخوایی که چی کنی؟ ایلیف استاد صبر کنید. دختر استاد چو دار بخور. تو میخوایی کامرای پدرت مخالفت کنی؟ وام به خاطر استاد احمد حال ما برات نشان میتم. حرکت کو. برشان احوال دادیم، حال همراهتان گپ میزنم. بسیار تشکر. تو همراه کی گپ میزنی ها؟ یکمی تلفن کنارت کم بود دختر. ایره قد کو. بی از او به درد هیچ کار نمیخوری. برو همراه علی باش که بیرون رفته کدام گله با آب نته. آه ملک،
از همیال پشت دق شدیم. ملکه ملکه خیریت باشه. تو در اینجا چی میکنی؟ نرفتی؟ بیا سوار شو. داخل برو گفتم. بعد از این اگه دوباره خواستی از این دروازه بیرون شوی باز از گوش به سقفی خانه آویزانت میکنم. بس تو خانه تمش کنم. داخل برو اصلا من خراب نکن اگه. فرمان صبر کن. فرمان من فکر کردم که بعد از این مرا به اندازه سابق دوست نداری. دیگه مرا نمیخوایی. بسیار عصبانی بودم فرمان. حتی پیشم نمی آمدی. به خاطر حفظ پیوند ما برات گفتم که حامل هستم. به خاطر که مرا مثل سابق دوست داشته باشی. برات دروغ گفتم تا مثل سابق طرفم ببینی. مرا ببخش لطفا. فرما طرفم سعی کن. با چشمایم بیبی. و یاد بیار که مرا چقدر دوست داشتی. ما هم دیگر چقدر دوست داشتیم. منم میخوایم به یادت بیارم که دوستت داشتیم. کل چیز با همون رسم و رواج تمام شد. حالا به خانهت پس برو. به قصر پس برو. فرمان مرا اعلان نکن فرمان. مرا تنها نمان. فرمان ترکم نکن لطفا. آزاد بچه یک دانیم. مادر شما در اینجا چی میکنی؟ آزاد من تحمل کردن نمیتونم. مادر چوب باشه پیش خواهر و برادرم بره. حالا دیگه آزاد بچه. به گپای راشد و قدر اعتبار نمیشه. به هر صورت من میرم. باید یک تکت دیگه بگیرم. ملکه اگه میخوایی همراهت میایم. چی؟ اگه اجازه بدی همراهت میایم برات کمک میکنم. تو چی میگی دوران؟ میگم همه چیز فراموش کن. میخوایم یک عمر در کنار تو باشم. ما باید برم به تنهایی. به خاطر کلی چیز تشکر میکنم. زنده باشی. درست است. پس بیام اتره تا اونجا میرسونم. خودم قدم زده میرم. ملکه بگو. چی؟ گفتی آزاد؟ کار ما بود. به خاطر که اولادم قاتل نشد من سفرهات شلیک کردم اما نتونستم. آزاد دروغ میگه. کار ما بود. کار ما. درست از خانم کاکا آرام باشه.
باز آزاد کار درستی کرده. به از او کسی کشته نشده. چیزی نمیشه، تشویش نکنید. البته جانم، تا یک دو روز دیگر رهایش میکنن، تشویش نکن. دوران باشیم. تو امیال زمارات به قصر ببر. ما موضوع را بررسی میکنم. درست است؟ حالا خانسر بریم. درست است؟ آزاد من نجات بدن لطفا، خواهش میکنم. تشویش نکن. دیوانه شدم بخورم. مادر قدیم زنگ زده بود. چی میگه؟ زمرد کوشش کرده که فرهاده بکشه. آزاد مانع شده. با پلیس گفته که ما شلیک کردیم. حالی ما آزاده به زندان انداخته. سر کرمانی ها پیش مردم خم شده. اما درست خدا من خودش جزای همه گیتانه بده. آزاد باشیم، تشویش نکن. تو را در اینجا زیاد نگاه کردن نمیتونن. بیازو کسی زخمی نشده. اگر دستور زندانی شدن ما صادر شوه، امرای فرهاد در داخل خواهد ماند. ببینین، بنوجین مادر بگوین بالاخره امرای فرهاد تصفیه حساب میکنیم. خداوند بزرگ است. ما هم بسیار میخوایم امرای فرهاد مقابل شوم. بله خواهر، من به تو باید یک گپ بگویم. پدرم و استاد ملکه دروغ گفته. الیف میشه کمه بلند گپ بزنی؟ صدایت نمیشنوم. کی دروغ گفته؟ پدرم با استاد ملکه دروغ گفته. برش گفته که الیف امرای کی گپ میزنی دخترم؟ ها؟ امرای زهرا؟ امرای زهرا؟ زهرا! ما پدرت هستم. ما چی قسم پدرت هستم؟ ها؟ گریه نکو درست است. میخوایی که نوجین مادر ما را بکشه؟ میخوایی که خانم او دیوانه شوی گپ بزن؟ طرف مسل کو. چرا گپ نمیفهمی؟ گپا بفهم. مرا دیوانه نساز. توبه چه قسم دروغ گفته؟ اوف الیف، تو چی مشکل داری؟ میخواستی چی بگویی؟ نوجین مادر کلان، چی گپ است؟ ما باید پیش خواهرم یک بار برم. پیشتر زنگ زده بود. نه خیر، رفتن نمیتونی. باید امرای علی باشی. از او مراقبت کنی، فهمیدی؟ نوجین مادر کلان لطفا، حتما کدام گپ مهم است. میخواست بریم چیز بگویم. نوجین مادر برات گفت که نه خیر، نشنیدی؟ در بین این همه مشکلات یک امی جنجال تو کم بود. اما شاید کدام گپ مهم باشه. صدایش بسیار عجیب به گوشم میامد. لطفا دمی چند روز کوشش میکنه برام چیز بگویم، اما هیچ چیز فهمیده نتونستم. الیف با تو چیزی گفت؟ او کوشش میکرد که چی بگویم؟ نمیفهمم، اما فکر کنم در مورد راشد پدرم و استاد ملکه بود.
زمرات بسیار جگرخون شدم. خداوند آزاده زود نجات بده. دختر برو یک گلاس آب بیار. خواهر به توی یک گپه بگم. پدرم و استاد ملکه دروغ گفته. بیبی قدیم اونجا است. حتما یک رای پیدا خواد کرد. به زودی آزاده رها میسازن. زیاد در اونجا نخواد ماند. شکر که مرمی و فراد اصابت نکده. کاش که اصابت میکرد و کشته میشد. نوچین مادر کلان، یک بار خواهرم میبینم زود پس میایم لطفاً. آهای هنوزم میگه که میرم خواهرم میبینم. تو نمیبینی که زمرد در چی حالت است ها؟ تو میخوای کجا بری؟ پیش خواهرم. میخواستم مورد پدرم و استاد ملکه برم چیز بگویم. در مورد راشد ملکه همه است؟ گفتم نخیر. حالا به آشپزخانه برو. هدیه هر کاری که در آشپزخانه باقی مانده بگو انجام بده. اجازه نده که بیکار بانه. بچه‌ش مادر بیا زو باید غذای شب آماده کنن. حرکت کو دختر. مادر من پیش علی میرم. مادر کلان، اگه اجازه بتین زهرا را با موتر میرسونم. یک بار رفته خواهر خدا ببینه. شاید کدام گپ مهم باشه. زهرا به او خانه رفته نمیتونه، فهمیدی؟ با خود بیا دوران. بیبی پدر تو پولا را به خاطر که از دختر آسیا مراقبت کنم برم داد، فهمیدی؟ و ما تمام او پولا را بالایش خرج کردم. من از کجا بفهمم که دختر تو کجاست؟ میفهمی اما دروغ میگی. من با تو چه دشمنی دارم؟ چرا دروغ بگم؟ بله از خدا. با گپای راشد خو اعتماد نمیشه. راشد بگوی نوچین مادر. معلوم میشه دهن خدا گرفته نمیتونی. ایلیف پیشتر اینجا زنگ زده بود. کوشش میکرد به خواهرش چیز بگویه. حتما از کل چیز خبر داره. متوجه دخترت باش که دهن خدا بسته نگاه کنه. منظورتان از کل چیز چی است؟ گپایی را که برات میگم بغیر از ما و تو دیگه هیچ کس باید نفهمه، فهمیدی؟ درست است مادر کلان. آسیا به زهرا یک نامه نوشته کرده بود. ما او را خواندم اما زهرا خبر نداره. خب در نامه چی نوشته شده؟ همی که زهرا
دختر استاد ملک است. حال فهمیدی؟ چطور امکان داره؟ این حقیقت نداره. پیش راشد رفتم، کل چیز برم گفت. میفهمی؟ سارانوال سمی و راشد خان احمق در این همه سالها همه ما را فریب دادن. خب الیفام کل چیز شنیده و کوشش کرده که به خواهرش خبر بده. فقط از امی خاطر زهرا و الیف نباید همدیگر را ببینن و با هم گپ بزنن. دوران مادر کلان، ملکه و زهرا باید چی گپه بفهمن. ملکه کم است دیوانه شوه. اگه برش بگوییم که زهرا دخترت است بسیار خوش میشه. بله خوش خو میشه، اما بعدا حق ما را بر ما خواهد داد. فکر میکنی کارایی را که با زهرا کردیم بی جواب میمانه؟ به خاطر که او را در بدیل گرفتیم و عروسیش کردیم چی غوغای برپا کرد یادت رفته؟ به خاطر او گزارش دروغ او دختر پلیس پشت دروازه ما ناورد. اگه خبر شوه که زهرا دخترش است باز آزادم در پهلوی خود گرفته، حتی آثار از این قصرم دیگه نخواد ماندن. مادر کلان ما ملکه را قناعت میتم. زهرا عروسی کرمانی است، خانم نکاح شده علی است. او تخلص خانوادگی ما را داره. دوران در ضمن علی فقط با زهرا گزاره کرده میتونه. فقط همو است که به زبان علی میفهمه. نواسه ما فقط با زهرا خوب رویه میکنه. خودت نمیبینی؟ اگه بره خدا نگاه کنه علی را یا در قبر پیدا خواد کردیم یا که در شراب خانه. حاله به گپایم خوب گوش کو. دوران جمالم خو جان خدا به حق سپرد. آزاد در زندان است. امروز دوباره از گپ ما سر پیچی کرد. علی هم چی وقت عقلش سر جایش میآید هیچ معلوم نیست. یعنی ما تو را خان می سازم بچیم. تو خانه کرمانی ها خود شدی جانم. شان و منزلت و اعتبار ما را ازی به بعد تو به پیش خود بردی. دوران خان گفته همگی برات سرخم خود کردن. بعد ازی از دستور و تصامیمی تو هیچ کس سرپیچی کده نمیتانه. مطمئن باش. اما اگر کوشش کردی که حقیقت با استاد بگویی بازو وقت تو را از خان بودن خوبان. دوران حتی تخلص کرمانی ها را ازت خود گرفتم. دوران آمدم. بیا دخترم بیا. برفین چرا؟ چی شده دخترم؟ خوب هستی؟ افتادم پدر. افتیدی؟ در کجا افتیدی دخترم؟ چه قسم افتیدی؟ خوب هستی؟ فرمان خبر داره؟ پدر من خوب هستم، لازم نیست برش زنگ بزنم. دخترم تو خوب هستی اما طفل چطور است؟ وضعیت او چطور است؟ تو را پیش یک دکتر باید ببرم. صبر کو به فرمان زنگ میزنم. پدر نمیخوایم، لازم نیست به فرمان زنگ نزنید. برفین دخترم چی گپ باشه؟
تشویش نکن ملکه. او را حتما پیدا میکنی. پیدایش میکنی. ما فعلا بیا که بریم. بخیز. آقا دوران، آقا دوران، اگه شما برش بگوین قبول میکنم. واقعا بسیار زیاد به تشویش خواهرم هستم. 2 دقیقه میبینمش و پس میایم. لطفا آقا دوران. حالا نمیشه. و اعصابش بسیار خراب است. آزاد چی وقت رها میکنن بچیم؟ چیزی گفتن؟ نه خیر مادر، باید به محکمه مراجعه شوه. باز در اونجا در موردش فیصله خود کردن. غذای قدیمه خانه بیار. حتما گوش نشده. هیچ اشتیا ندارم مادر جان. میرم کم قدم میزنم. از صبح تا به حال چیزی نخوردی. یگان چیز خوب بخور. وقت دلم شد میخورم، تشویش نکنین. بیازو خسته شده دیگه. پشت خرابکاری های هر کس میده و خیرت باشه. به خاطر گرفتن انتقام پدرت آمدی؟ میخوایی مرا بکشی؟ نه خیر، ای گپ نیست. تو چرا پدرم کشی؟ از او چی میخواستی؟ راست گفتی. تو به جای کار کردن فقط گپ میزنی اما ترس با خوبی حلش میکنی. ببینه حتی با خاطر کشتن من مادرت روان کدی غیرت دمی قدر است. احمق آدم باره گپ بزن. مثل انسان پیشت آمده و ازت پرسیدم چی خواد کدی ها؟ بیبی اگه میخوایی که لطو کوب شوی خوب بگو. ها فقط یک بار بگو. خان بودن تو اینجا نمیچله. ده اینجا خانم مستم، پاچم مستم. ثابت کنه.
الاشکو احمق چی میکنی؟ الاشکو گفتم الاشکو. آرام باشین دستایتان بالا، رویتان به طرف دیوار. زود باش. حسن جمال از بین رفت، آزادان به زندان رفت، کل چیز رو برا است. چرا لبوری تکشال میکنی ها؟ تو هم قسم فکر کو. بیاز از زندان رفتن آزاد یکی تو و یکی خود آزاد خوش است. آزاد چرا خوش است؟ میگه که داخل رفته فرادا با گپ زدن وادار میسازه زن. اگه دهنش باز کرد قسم میخورم تباه میشم تباه. در کنار یما کوشش های ما حتی مرگ جمالم بیفایده خواهد شد. یک فکر کو، یک رای حل پیدا کو، یک کار کو زن. وای آزاد، یعنی بعد از این همه سالا تقدیر ما رو در اینجا یک جا ساخت رفیق. خب دیگه تقدیر است بیادر. این تقدیرم بسیار عجیب است به خدا. ببینه آزاد خان در زندان زندانی است و او فرهاد گرگی بیچاره در زندان خانه است. از تو یک گپ میپرسم، این احمق در اینجا بدماشی کده، یعنی کسی را لطو کوب کده، به می قسم کلگی را ترسانده؟ راستش نمیفهمم چی کده، اما هر کاری که شد بعد از مرگ پدرت شد و همگی خلطای پول توزیع کرد و تمامی چاپلوس ها به خاطر او پول رو بالای چشمای خود جای دادن. خیرت باشه. ایره میگی در دوران مکتب یک دختر بود نه؟ من در موردش برات گفته بودم. همون دختر سارنوالا میگی ها؟ ماشاءالله حافظه بسیار خوب داری بیادر. خب پس به خبر از ما نکاره بسته کردی و صاحب خانواده شدی ها؟ قصهش بسیار دروازه سش نپرس. خیرت باشه، کدام مشکلی پیش آمده؟ در قصهش نشو. نوشیدن یک گلاس چای دیگه هم در قسمتت بوده. دوباره تکت گرفتی؟ یعنی باز میخوایی بری؟ میرم فاطمه خاله، زودترین پرواز فردا بعد از پیشین است. فردا حتما میرم انشالله. بخیر بری. درباره آزاد فکر میکنی؟ چند بار برش زنگ زدم اما جواب نداد. انگشتش کشیده برش دادی دخترم. بیچاره دیگه چی بگویم؟ آزاد یک بچی با غیرت است. بیازو کل کارا یک جا اتفاق افتاد. روزای بدی را سپری میکنه. به نظر من تو باید درکش کنی ملکه جان. ملکه، یک بار بله بگو، یک امید برم بده. دنیا را زیر پایت مندازم.